بیا صادق باشیم. اگه روزی 2 ساعت درس میخونی، خودت هم میدونی که این فقط گرم کردنه. 3 ساعت قابل قبوله، 6 ساعت قابل احترامه، اما اگه برای کنکور، آزمون وکالت، امتحان نهایی، استخدامی یا هر هدف بزرگی که آیندت بهش گره خورده آماده میشی، باید وارد مود جنگی بشی. ما داریم درباره 10 ساعت مطالعه در روز حرف میزنیم. نه یک روز، نه یک هفته، بلکه هر روز. مشکل اینجاست که بیشتر ما نمیتونیم این روند رو حفظ کنیم. با قدرت شروع میکنیم اما بعد از چند روز سقوط میکنیم. یک روز میشه 2 روز، 2 روز میشه یک هفته و یهو میبینیم افتادیم تو چرخه عذاب وجدان و حسرت و گفتنه از فردا دوباره شروع میکنم. وقتشه این چرخه رو برای همیشه بشکنیم. مسئله فقط این نیست که چند ساعت درس میخونی. مسئله اینه که چطور شروع میکنی، چطور نگهش میداری و وقتی زندگی یه مشت محکم بهت زد، چطور بر میگردی. مطالعه 10 ساعته انگیزه نمیخواد، سیستم میخواد. مطالعه مثل عضله است، همونطور که روز اول باشگاه 10 کیلومتر نمیدوی چون فرداش حتی نمیتونی راه بری، نباید یهو از 2 ساعت بپری روی 10 ساعت. راه درست اینه که با بلاک‌های زمانی شروع کنی، نه ساعت‌های طولانی. مثلا 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یا 4 جلسه 90 دقیقه‌ای با استراحت‌های کوتاه. اینجوری تمرکز واقعی داری و آخر روز می‌بینی بدون زور زدن به 9 تا 10 ساعت رسیدی. اما یه نکته مهم، مطالعه فیک ممنوع. کتاب باز با گوشی دستت اسمش مطالعه نیست. این توهم مطالعه است. مطالعه واقعی یعنی حل کردن، خلاصه کردن، تست زدن و توضیح دادن. اگه مغزت عرق نکرده یعنی درس نخوندی. حالا چطور هر روز ادامه بدیم؟ با روتین. هر روز 1 ساعت مشخص، یک جای مشخص و یک چیدمان مشخص. بعد از چند روز مغزت خودش میفهمه وقت جنگه. ترفند بعدی محافظت از 2 ساعت اول روزه. نه گوشی، نه اخبار، نه فقط 5 دقیقه اینستاگرام. اگه روزتو قوی شروع کنی، قوی ادامه میدی. یادت باشه بعضی روزها مطالعه بهت انرژی میده و بعضی روزها حس میکنی داری مقوا میجوی. این طبیعیه. منتظر حس جادویی نباش. پیشرفت همیشه حس خوبی نداره. فقط باید اتفاق بیفته. قبل از اینکه سقوط کنی علائمشو بشناس. 1 روز تنبلی اشکال نداره. 2 روز حواست باشه. 3 روز یعنی شروع سقوط. قبل از اینکه عذاب وجدان بیاد برگرد به مسیر. روزهای ریکاوری رو هم تو برنامه بذار، چون مطالعه 10 ساعته یعنی تو ورزشکار ذهنی هستی و ورزشکار بدون استراحت نابود میشه. هر 6 یا 7 روز 1 روز سبک داشته باش. مرور کن، پیاده روی کن، بخواب و احساس گناه نکن، چون این بخشی از نقشه است. تمرکز بدون بدن سالم ممکن نیست. آب کافی، غذای درست، خواب حداقل 7 ساعت و حرکت کوتاه روزانه. نوشابه انرژیزا و شکر فقط انرژی فیک میده. تو تمرکز واقعی میخوای. فرقی نمیکنه کجای دنیا باشی. امتحانا فرق دارن، کتابا فرق دارن، اما رویا و انضباط جهانیه. تو ضعیف نیستی، فقط نقشه راه نداشتی. الان داریش، دیگه منتظر فردا نمون. امروز رو فتح کن. همین الان تو کامنت ها بنویس هدفت برای فردا چند ساعته. در آخر کانال رشدانه رو داشته باش، چون ممکنه تو ویدیوی بعدی مسائلی گفته بشه که بیشتر کمک کنه به رشدت.